بهترین دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای دور کردن مشکلات، برای دور کردن غمها، برای دور کردن مصیبتها، برای دور کردن تکالیف. بسیاری از دوستا پیام میکنن که در زندگی ما مشکلات زیاد است، مصیبتها در زندگی ما زیاد است، غمها در زندگی ما زیاد است، تکالیف در زندگی ما زیاد است. دعایی را با ما شریک بکو تا الله سبحانه و تعالی مشکلات ما را، غمهای ما را، مصیبتهایی که در زندگی ما آمده، تکالیفی که در زندگی ما آمده همیشه از سر ما دور بکنه. دعایی را میخوایم دوستا با شما شریک بکنم که در حدیث مبارک می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی در مشکلات می بودن، در تکلیف می بودن، در غم می بودن، این دعا را تکرار میکردن. شما هم این دعا را از یاد بکنین و در زندگیتان معمول بسازین. کم از کم روز یک بار تکرار